این غیرت مردان تاجیک کجاست؟ این جوانهایی که هر روز ورزش میکنن و بازوها رو ببین، کلیپ ها رو ببین، جنگ میکنن، میزنن، فلان ورزش های رزمی بازی میکنن، اینا کجا هستن که تو رو زن تو، خواهر تو، مادر تو ستر و حجابش رو بر میداره، تو هم نشستی که بازو برای خودت درست کردی، ورزشکار هستی؟ یکی از نشانه های مؤمن غیرت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یا صالح الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاقهای نیکو و صالح در بین مردم به پایه تکمیل برسد. و یکی از مکارم اخلاق غیرت است. ملتی که غیرت نداشته باشد، مردی که غیرت نداشته باشد، جوان مسلمانی که غیرت نداشته باشد، این مرد نیست، مسلمان نیست. ویژگی یک مسلمان غیرت است. حجاب یک زن مسلمان رو در بنی قینقاع یک قبیله بزرگ قوی یهود بود، مثل آمریکای امروز، مثل اسرائیل امروز. یک زن مسلمان برای خرید رفته بود در این بازار، حجابش رو با شوخی گوشه حجابش رو بستن به یک صندلی که نشسته بود. وقتی بلند شد حجابش افتاد. مرد مسلمانی در اونجا بود، شمشیر کشید، اما یهودی که این کار رو کرده بود گردنش را زد. اینو میگن غیرت، اینو میگن مسلمان. والله بالله تالله که مسلمانی که غیرت نداشته باشد هیچ خیری در اون نیست. خبر به رسول الله صلی الله علیه و یهودی‌ها چیکار کردن؟ این مرد مسلمان رو کشتن. خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، همه مدینه بسیج شد، همه مدینه. هر کسی که می توانست شمشیر و نیزه بردارد به راه افتاد. بیش از 700 نفر از مردان بنی قینقاع رو کشتن در مقابل حجاب یک زن مسلمان. شاید الان بعضی بگن های وحشت است، های بربریت است، 700 نفر رو کشتن. فوالله به خاطر حجاب یک زن مسلمان نصف کره زمین کشته بشه هنوزم کم است، اگر که در برداشتن حجاب این زن مسلمان همکاری کرده باشن. حجاب یک زن مسلمان بر همه کاخها و قصرها و لشکرها و پلیسها و همه این طواغیت چادر ستر یک زن مسلمان ارزش دارد. کجا هستن این جوانانی که دم از اسلام و دم از قرآن و دم از سنت می زدن؟ امروز بیستید. ما دعوت به خشونت و قتل و کشتار و انقلاب نمی کنیم، نه. الله سبحانه و تعالی کسانی رو مسخر بکند که بتوانند این ظالمین و مستبدین رو سر جای خودشان بنشانند. اما امروز تو جوان مسلمان، تو مرد مسلمان تاجیک وظیفه داری که در مقابل کسی که میخواهد به ستر مادر تو، خواهر تو، همسر تو دسترازی بکند بیستی، او را سر جایش بنشانی. یک دیوس بی غیرت در مقابل دروازه بیمارستان ایستاده به زنا و دخترها میگه سترت رو بردار که 3500 سامانی جریمه میشه و از کجا میپردازی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من با غیرتم، الله غیرت میکند. لا احدا اغیر من الله، هیچ کس از الله با غیرت تر نیست. و غیرت الله سبحانه و تعالی کی به جوش می آید؟ وقتی که یکی از حدود الله سبحانه و تعالی زیر پا گذاشته شود. فواحش و منکرات در یک جامعه صورت بگیرد. سعد بن عباده وقتی که آیات حد نازل شد در مورد زنا، اینکه باید شاهد بیارن اینا، اما گفت یا رسول الله، من زنم رو ببینم که با کسی زنا میکند بعد برم 4 تا شاهد بیارم؟ والله گفت با این شمشیر
با نوک شمشیر نه، با کناره شمشیر گفت میزنم او را میکشم. یعنی با نوک شمشیر بزنه، با تیزی شمشیر طرف یک ضربه زد میمیره، اما با بغل شمشیر بزنه شاید با 50 ضربه طرف نمیره، یعنی زجر کشش میکنم. صحابه همینطور جام شدن ماندن. رسول الله فرمودن که صلی الله علیه و سلم اتعجبون من غیرت سعد؟ آیا از غیرت سعد تعجب میکنید؟ فوالله لأنا اغیر منه والله اغیر منی. به خدا قسم که من از سعدم با غیرت ترم و الله از من غیورتر است. دین یعنی غیرت، مسلمانی یعنی غیرت، مردانگی یعنی غیرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در شب معراج وارد جنت شدم، دیدم یک قصری است. گفتم این از کی است؟ گفتن از عمر ابن خطاب. میخواستم وارد قصر شوم، غیرت عمر به یادم آمد، وارد قصر نشدم. حضرت عمر گریه میکرد، یا رسول الله، میگه یعنی من در مورد تو اینطوری فکر میکنم؟ اینا بودن مسلمانان با غیرت. سعد ابن معاذ با همسرش دارن در سفر میرن، همسرش یک سیب رو بر میداره، یک گاز از این سیب میخوره. یک گدایی میاد سر راه، میگه برای خدا یک چیزی بده. این زن میاد این سیب رو میده به گدا. سعد ابن معاذ چنان عصبانی میشه و میده و این سیب رو از دست این گدا میگیره و در مقابل چیز دیگری به او میده و این سیب رو میگیره میندازه به زمین. میدونی چرا؟ میگه لبهای تو به این سیب خورده، چطور این سیب به دست یک مرد نامحرم بیفته و اونم از همون جایی گاز بزنه که تو گاز زدی؟ پس برای خدا این غیرت مسلمان است، نه اینکه حجاب خواهرش و مادرش و زنش رو بردارن همینطوری نگاه بکنن، حکو خیر است، هلکه چیزی نگیم.